بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية للإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي. اینک ما درسای خود را دوام میدهیم به عون الله سبحانه و تعالی از کتاب الاربعون النوویه از آن امام حافظ فقیه ابو زکریا محی الدین یحیی بن شرف النووی و الله سبحانه و تعالی رحمتش کنه. درس امروزی ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ می‌فرماید الحديث الرابع والعشرون، حدیث 24. عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. این حدیث واقعا خیلی هم حدیثی پرمضمون و حدیثی خیلی با برکات است. یک درسی بزرگ است واقعا. حدیث 24 از ابو ذر رضی الله عنه روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از پروردگار غالب و توانا چنین روایت کرده است که گفت، یعنی الله تعالی فرموده است، این حدیث قدسی میگویند: ای بندگان من، همانا من ظلم را بر خودم حرام گردانیدم و آن را در بین شما نیز حرام گردانیدم، پس به همدیگر ظلم نکنید یا دیگرتون ظلم نکنید. ای بندگانی من، همه شما گمراهید مگر کسی که او را هدایت کرده‌ام، پس از من راه راست طلب کنید تا شما را راهنمایی کنم. ای بندگانی من، همه شما گرسنه‌اید مگر کسی که او را طعام دادم، پس از من خوردنی طلب کنید تا شما را بخورانم. ای بندگانی من، همه شما عریانید، برهنه‌اید مگر کسی که او را پوشانیدم، پس از من پوشش طلب کنید تا شما را بپوشانم. ای بندگانی من، به درستی شما شب و روز خطا میکنید، گناه میکنید و من باشم همه گناهان را میبخشم، پس از من آمرزش طلبید تا شما را بیامرزم. ای بندگانی من، به درستی شما هرگز ضرر به من رسانیده نمیتوانید تا مرا زیان برسانید و هرگز فایده بر من رسانیده نمیتوانید تا سود مرا برسانید. یعنی دستتون چقدر ضرر آمدنی باشدم که شما به الله ضرر رسانده نمیتوانید، چنانه که دستتون چقدر فایده هم بیاید به الله فایده رسانده نمیتوانید. ای بندگانی من، اگر از نخستین شما تا به آخری شما و انس و جن شما همه
بر پرهیزگارترین دل یک فرد از شما جمع باشند، یعنی همه یک خیل باشند، مثلا صالح باشند. به این معنا این هیچ چیز را در ملک من نیفزاید. ای بندگان من، اگر از نخستین شما تا به آخرین شما و انس و جن شما همه بر بدکردارترین دل یک فرد از شما جمع باشند، یعنی همه رسوا و گنده شوند، این هیچ چیزی را از ملک من کم نکند. ای بندگان من، اگر از نخستین شما تا به آخرین شما و انس و جن شما همه در یک میدان جمع شده بیستند، پس از من خواهش کنند و من نیز به هر یک نفری شما خواسته اش را بدهم، یعنی هر یک کس چی طلبی داره بعد موافق با طلبش به او عطا بخشم. این هیچ چیزی را از ملک من کم و کاستن نمی کند، مگر به مانند کم شدن سوزن باشد که هرگاه همون سوزن را در بحر فرو برده شود و همون سوزن می برداره از آب بحر چقدر می گیرد همون سوزن. ای بندگان من، به درستی این همه عملهای شما است، آنها را برای شما برمی شمارم، من شمار میکنم هر یک عملی که شما میکنید، سپس پاداش آنها را برایتان پر می دهم. پس هر کی نیکی بیابد پس الله را حمد گوید و هر کی غیر آن را بیابد می‌بیند که در دیوان اعمالش کاری نیک نیست، پس باید تنها خودش را سرزنش بکند، زیرا که چی که عمل کرده است همان میگیرد. این حدیث را مسلم روایت کرده است. واقعا این حدیث بارک الله فیکم خیلی هم حدیثی با برکات است. در حقیقت یک حدیثی است که ماشاءالله عبودي خاند گذرم عربيش. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. صرفا خونیم که تظالموا اینجا بین یکدیگر ظلم کردن. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أي اطلبوا من المغفرة، استغفار بمعنى شيء طلب مغفرة. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.